خب سلام، امروز اومدیم شرک‌گلستان مولوی 4 و این پشتیبان ایزوگام هست و اومدیم ببینیم که مشکلش چیه و چرا داره نم میده. با ما همراه باشیم. جدی میفرمایید؟ مشکلی نداره ولی در بوده خیلی مشکل داریم. اونم زیرش آبه و خیسه. اونو میکنیم اثر سیکا میکنیم کاملا خراب کرد. اینو بگیرم ببینید چه وضعیتیه. خب ما مجبور شدیم این ایزوگاما رو کامل بکنیم و این شد وضعیت و اینم ایزوگاما و از این قسمت هم داریم شروع میکنیم مواد رو میزنیم. قبل اینکه مواد میخوره باید قبلش یه جاروی اساسی بخوره که خاک و هیچی نداشته باشه. آقا همین خسته نباشید و اینم سطح کار.